بهترین نعمت خداوندی است، ولی متاسفانه بعضی والدین در تعلیم و تربیت فرزند سهلانگاری میکنند و هرچند که در نیمه شبی فرزندان آنها در کوچه ها گشت و گذار می‌نمایند، از حال آنها خبردار نیستند. گروه ایجادی تلویزیون تاجیکستان در یکجایگی با کارمندان وزارت کارهای داخلی چند شب در شهر دوشنبه ریدهای مشترک داشتند. در این ریدها که در مرکزهای دلخوشی مخصوصا اینترنت کافه ها گذرانیده شد، به نظر می رسید که حالا هم از بی‌پروایی بعضی والدین فرزندان آنها به کوچه‌گردی و کارهای بیهوده مشغولند. در یک چنین ریدی که ما با کارمندان وزارت کارهای داخلی و کارمندان شعبه کارهای داخلی سینا 2 شهر دوشنبه در چند مرکز اینترنتی داشتیم، بعضی ها را اونقدر ثبت کردن ما ناخوشایند بود که کوشش میکردند مانع ثبت ما شوند. هرچند ساعت از 10 شب هم گذشته بود، ولی چنین مرکزها پر از جوانان و نورسان بود که اکثریت دعوا میکردند دانشجوی هستند، نه خواننده مکتب. متاسفانه این عمل فرزندان بعضی والدین را آنقدر نگران نمیکرد، در حالی که مضمون اساسی لایحه قانون را عهده‌داری‌های پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند تشکیل می‌دهد و این عهده‌داری‌ها از آن عبارت میباشد که پدر و مادر و آموزگار باید تمام دانش و ملکه خود را برای تربیت درست فرزندان روانه نمایند، تمام واسطه و شرایط را مهیا سازند که فرزندشان بیشتر به دانش آموزی و از خودکنی کسب و هنر مشغول شوند، نه کارهای بیهوده و شبگردی. عین حال باید مثلا از ساعت 8 فرزند نابالغ شما در خانه باشه. نه یک جا پرگور کفر اومدیم و برو اومدیم برو این روز ما هم میوانه هر روز پرگور کمی کنیم. این هم در حالی است که مسئولین خدمات پیشگیری حقوق و ایرانکنی بین نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان میگویند قریب همه روزه از جانب این نهاد نسبت والدین بی‌مسئولیت چاره‌های قانونی اندیشیده می شود. در خدمات کار با نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان یک قطار نقشه و چاره‌بینی ها عملی گشته ایستادند. ما ریدهای طلبنده، آوارگر، نورس میگذرانیم. نابالغانی که به حقوق و ایرانکنی های گوناگون، به آوارگردی، طلبندگی، به مشغول شدن به سودای کوچگی، فروختن چیپ تهار، در نقلیات مسافرکش جمع کردن راه که راه، در اینترنت کافه ها مشغول شدن به بازی های کامپیوتری در وقت های درس، به استعمال کردن نوشاکی های اسپریتی مشغولند. من همین بچه ها به شعبه کارهای داخلی دسترس کرده شدند، با پدر و مادر آنها دعوت کرده شدند، با آنها کارهای فرماندهی گذرانده شدند و بسیار کودکانی که علاقه یک چند مرتبه آورده شدند و به همین حقوق و ایرانکنی ها دست میزنند، پدر و مادران آنها با ماده 90 من همین کودکس حقوق و ایرانکنی ماموری جریمه بندی کرده شدند. همه گونه صنعت از جمله صنعت تربیه هم مقصد دارد که جایی چیزی طبیعت نداده را پورا نماید. ارسطو قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند از 6 باب و 17 ماده عبارت بوده. در بند یکم ماده 12 آن آمده است که آموزگاران، مقامات دولتی، مؤسسه و دیگر تشکیلات هایی که مسئله های وابسته به تعلیم و تربیت کودک را تنظیم می‌کنند، عهده دارند که عاید به پیشگیری حقوق و ایرانکنی ها از طرف کودکان تدبیرها اندیشند. هرچند ساعت از 22 شب هم گذشته است، ولی از بی‌مسئولیتی بعضی والدین فرزندان آنها در کوچه با آوارگردی مشغولند یا در مرکزهای دلخوشی وقتی خود را می‌گذرانند، مخصوصا در اینترنت کافه‌ها که در رفت یک رید مشترک ما با کارمندان وزارت کارهای داخلی و کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه داشتیم، این حالت‌ها به قید گرفته شدند.
به نظر می رسد که بعد قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در جامعه، سطح آواره‌گردی و حقوق ویرانکنی و صادر گردیدن جنایت‌ها از جانب جوانان و نورسان نسبت به سالهای گذشته پستر شده است و پدر و مادران نیز برای تعلیم و تربیت فرا گرفتن فرزندان چاره‌های ضروری را اندیشیده، شرایط خوب و معرفتناک نمودن آنها را به راه مانده ایستادند. ولی در رید نوبتی ما با کارمندان وزارت کارهای داخلی و کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در یک شب بارانی در مرکزهای اینترنتی دیده میشد که پر از جوانان و نورسانند. متاسفانه در بین این جوانان خوانندگان مکتب نیز کم نبودند. حتی بعضیش دعوا میکردند که در ناحیه‌های دوردست استقامت میکنند. پدر مادر داری؟ پدر مادر داری؟ چندی یک جو میخونی؟ مایدانغرم در همین جیکرازیم زندگی میکنم. مکتب شخصی نوعیه؟ بردکی سوپشن؟ نو فامیلی؟ باعث تاسف است که در این مرکزها جوانان و نورسان به هر گونه بازی‌های وحشتناک و بیرحمی مشغول می‌شوند که این بر روح و روان آنها به تاثیر نمی‌ماند. همزمان در رفت رید ما معلوم شد که بعضی‌ها در این گونه مرکزها بجز هر گونه بازی‌های ضررآور باز به نوشیدن نوشاکی‌های اسپریتی نیز مشغول بودند. در این مرکزها نرخ اینترنت برای یک ساعت خیلی گران به نظر می رسید و جوانانی که در این مرکزها دعوا می کردند دانشجوی هستند به جای بازی های بی‌معنی و ضررآور این مبلغ را می توانستند در خریدن کتاب یا دیگر اشیای ضروری برای تعلیم و تربیت صرف می کردند و این کار خیلی باعث دستگیری بود. یا بعضی ها که در این مرکزها به نظر می رسید لباس خوب نداشتند می توانستند این مبلغ را برای خود لباس زمستانه بخرند. در رفت رید کارمندان مقامات نابالغانی را که شخصیتشان معلوم کرده نشد به شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی برای حجتگذاری آوردند و بعد ترتیب دادن حجت‌های ضروری آنها را به قبولگاه تحویلگاه وزارت کارهای داخلی می‌گذرانند که والدینشان می‌توانند بعد پیشنهاد نمودن حجت‌های تصدیق کننده شخصیت نابالغ آنها را از این تحویلگاه ببرند. در رفت برنامه دو نفر زنان که میگفتند مادر این نورسانند هرچند ما کوشش کردیم ولی با ما صحبت کردند نخواستند. بیا حجت شو. به حجت تو چی وقت کسب داد میکنی؟ از این رات میشم شما چی جو میکنی؟ باز میبرم قبولگاه تحویل وزارت کارهای داخلی در جاشو میکنیم جای گرمت او وقت سری جتا شو بگیری شو بری گودا کتان بیس پرابلم افاجون. از جانب مقامات دخلدار نسبت چنین والدین نیز چاره‌های ضروری اندیشیده می شود. به اندیشه کارمندان کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اکثریت چنین نابالغان در عائله‌های ناسالم به وای می‌رسند. کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد آگاهی پیدا نمودن به واسطه اصول خانه به خانه را براه مانده است که در آن حقوق‌شناسان، روانشناسان، اعضایان همون محله‌ها، فعالان محله‌ها و خودی کارمندان مقامات حفظی حقوق شامل میباشند به واسطه به همین عائله‌های آسیب پذیر تشریف میبرند و وقتی که سبب میپرسین برخی از آنها سبب میگویند که پدر و مادر برخی از همین نورسان در مهاجرت مهنتی هستند یا اینکه برخی دیگر وضع اقتصادی عائله را بهانه میکنند، برخی دیگر همین محیط ناسالم عائله را. من فکر میکنم که اگر محیط عائله سالم باشد گفته ها شنیده میشود. اگر محیط عائله سالم باشد البته تربیت فرزند نیز درست برآورده می شود. یعنی که سبب و عامل ها این ناسالمی برخی از عائله های تاجیک است.
امروزها هزاران انسان‌هایی هستند که به ناخون فرزند زارند و آرزوی داشتن فرزند و تربیه و به اویه رسانیدن آن را دارند، ولی متاسفانه امروزها والدینی هستند که در تعلیم و تربیه فرزند بسیار کم توجهند. اکنون چنین والدین را ضرور است که بیاندیشند در آینده فرزند آنها کی خواهد شد و به والدین چه خدمتی خواهند کرد، چون که یک نورس یا یک جوان نمیتواند در چنین مرکزها تربیه بگیرد که فردا برای والدین خدمت رسان باشند، چون که مرکز اینترنتی تربیتگر یک جوان سالم و با رحم نبوده در این گونه مرکزها تنها بیرحمی و کشتار و قتل را میتوان آموخت. طلبندگی و مشغول شدن به سودای کوچگی، فروختن چیپته ها، در نقلیات مسافرکش جمع کردن راه در اینترنت کافه ها مشغول شدن به بازی های کامپیوتری در وقت های درس، با استعمال کردن نوشاکی های اسپریتی مشغولند. من همین بچه ها به شعبه کارهای داخلی دسترس کرده شدند، با پدر و مادر آنها دعوت کرده شدند، با آنها کارهای فرماندهی گذرانده شدند و بسیار کودکانی که علاقه یک چند مرتبه آورده شدند و به همین حقوق ویرانکنی ها دست میزنند، پدر و مادران آنها با ماده 90 من همین کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جریمه بندی کرده شدند. همه گونه صنعت از جمله صنعت تربیه هم مقصد دارد که جایی چیزی طبیعت نداده را پورا نماید. ارسطو قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند از 6 باب و 17 ماده عبارت بوده. در بند یکم ماده 12 آن آمده است که آموزگاران، مقامات دولتی، مؤسسه و دیگر تشکیلات هایی که مسئله های وابسته به تعلیم و تربیت کودک را تنظیم می‌کنند، عهده دارند که عاید به پیشگیری حقوق ویرانکنی ها از طرف کودکان تدبیرها اندیشند. هرچند ساعت از 22 شب هم گذشته است، ولی از به مسئولیتی بعضی والدین فرزندان آنها در کوچه با آواره‌گردی مشغولند یا در مرکزهای دلخوشی وقتی خود را می‌گذرانند، مخصوصا در اینترنت کافه‌ها که در رفت یک رید مشترک ما با کارمندان وزارت کارهای داخلی و کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه داشتیم، این حالت‌ها به قید گرفته شدند. به نظر می رسد که بعد قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در جامعه، سطح آواره‌گردی و حقوق ویرانکنی و صادر گردیدن جنایت ها از جانب جوانان و نورسان نسبت به سالهای گذشته پستر شده است و پدر و مادران نیز برای تعلیم و تربیت فرا گرفتن فرزندان چاره‌های ضروری را اندیشیده شرایط خوب و معرفتناک نمودن آنها را به راه مانده ایستادند. ولی در رید نوبتی ما با کارمندان وزارت کارهای داخلی و کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در یک شب بارانی در مرکزهای اینترنتی دیده میشد که پر از جوانان و نورسانند. متاسفانه در بین این جوانان خوانندگان مکتب نیز کم نبودند، حتی بعضیش دعوا میکردند که در ناحیه‌های دوردست استقامت میکنند. پدر مادر داری؟ پدر مادر داری؟ دایی وقت چندی یک جو میخونی؟ Aydanların devamlı gitraziyem zindagi میکنم مکتب 60 نوعیه؟ بردکی باش نو فامیلی. باعث تاسف است که در این مرکزها جوانان و نورسان به هر گونه بازی‌های وحشتناک و بیرحمی مشغول می‌شوند که این بر روح و روان آنها به تاثیر نمی‌ماند. همزمان در رفت رید ما معلوم شد که بعضی‌ها در این گونه مرکزها بجز هر گونه بازی‌های ضررآور باز به نوشیدن نوشاکی‌های اسپریتی نیز مشغول بودند. در این مرکزها نرخ اینترنت برای یک ساعت خیلی گران به نظر می رسید و جوانانی که در این مرکزها دعوا می‌کردند دانشجویی هستند به جای بازی‌های بی‌معنی و ضررآور این مبلغ را می‌توانستند در خریدن کتاب یا دیگر اشیاء ضروری برای تعلیم و تربیت صرف می‌کردند و این کار خیلی باعث دستگیری بود.
یا بعضی‌ها که در این مرکزها به نظر می‌رسید لباس خوب نداشتند می‌توانستند این مبلغ را برای بعضی والدین را آنقدر نگران نمی‌کرد، در حالی که مضمون اساسی لایحه قانون را عهده‌داری‌های پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند تشکیل می‌دهد و این عهده‌داری‌ها از آن عبارت می‌باشد که پدر و مادر و آموزگار باید تمام دانش و ملکه خود را برای تربیت درست فرزندان روانه نمایند، تمام واسطه و شرایط را مهیا سازند که فرزندشان بیشتر به دانش آموزی و از خودکنی کسب و هنر مشغول شوند، نه کارهای بیهوده و شبگردی. این حال باید مثلا از ساعت 8 فرزند نابالغ شما در خانه باشد. نه و یکجا ترافیک کفر اومدیم و برو اومدیم برو این روز ما میوانه هر روز ترافیک میکنیم. این هم در حالی است که مسئولین خدمات پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان میگویند قریب همه روزه از جانب این نهاد نسبت والدین بی‌مسئولیت چاره‌های قانونی اندیشیده می شود. در خدمات کار با نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان یک قطار نقشه و چاره‌بینی ها عملی گشته ایستاده‌اند. ما ریدهای طلبنده آوارگر نورس میگذرانیم. نابالغانی که به حقوق ویرانکنی های گوناگون به آوارگر فرزند بهترین نعمت خداوندی است، ولی متاسفانه بعضی والدین در تعلیم و تربیت فرزند سهلانگاری میکنند و هرچند که در نیمه شبی فرزندان آنها در کوچه ها گشت و گذار می‌نمایند از حال آنها خبردار نیستند. گروه ایجادی تلویزیون تاجیکستان در یک جایگی با کارمندان وزارت کارهای داخلی چند شب در شهر دوشنبه ریدهای مشترک داشتند. در این ریدها که در مرکزهای دلخوشی مخصوصا اینترنت کافه ها گذرانیده شد، به نظر می رسید که حالا هم از بی‌پروایی بعضی والدین فرزندان آنها به کوچه‌گردی و کارهای بیهوده مشغولند. در یک چنین ریدی که ما با کارمندان وزارت کارهای داخلی و کارمندان شعبه کارهای داخلی سینا 2 شهر دوشنبه در چند مرکز اینترنتی داشتیم، بعضی ها را آنقدر ثبت کردن ما ناخوشایند بود که کوشش میکردند مانع ثبت ما شوند. هرچند ساعت از 10 شب هم گذشته بود، ولی چنین مرکزها پر از جوانان و نورسان بود که اکثریت دعوا میکردند دانشجوی هستند نه خواننده مکتب. متاسفانه این عمل فرزندان